Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. سلام عزیزان، سلام دوستان، سلام دستخوانان عزیز و خوش آمدید به یک ویدیوی نو از من. Wie ihr schon wisst, چنانی که شما میدانید، mein Name ist Manu Cherry. نام من Manu Cherry است. Und ich komme aus Tadschikistan. و من از کجا هستم؟ تاجیکستان. Ich hoffe, geht es euch gut. انشاءالله که سلامتی شما خوب باشه. دوستانی عزیز، در کامنتاریا بنویسین که سلامتیتان چطور است. خوب، امروز شروع میکنیم درس زبان آلمانی را. باز میپرسین که این چی درس باشه؟ امروز das Gemüse، سبزیجات، هر چیزی که میفهمن تو همه خیلیش بگیم. Die Tomate، پمیدار. جمعش میشه پلوغان die Tomaten. Die Tomate Singular, die Tomaten Plural, eine Jam. Die Gurke بادرنگش میگیم ما. در طویلره ما بادرنگ میگیم. نمیدونم برادرای عزیز شما چیش میگیم. Die Gurken، بادرنگ ها. Die Kartoffel، سیب زمینی. ما میگیمش کارتوشکا. این همون کارتوشکا، فهمیدین؟ Die Kartoffel. جمعش پلوغال die Kartoffeln. Die Kartoffeln. Die Möhre. به این آشی تاجیکی را که نمیشود. یا بلگه تکرار میکنیم die Möhre. کو فکر کنیم به این آشی تاجیکی را که نمیشود. یا بلگه فکر کنیم دوش. اینا میگن سبزی. Die Möhre جمعش plural. Die Möhren. Die Möhren. خوب. Die Zwiebel. در طویلره وقتی که من کودک بودم، مردم ما همیشه همین زwiebel گفته سن، همین پیاز میشود. همین پیاز از کوه جمع میکردن، پیاز کوهی میگفتن. این پیاز کوهی نیست، اما یادم اومد نه. درس باید با صحبت کردن کمک با یعنی خنده و چیزا بخونی که در سرت بدره انشاءالله. خوب. دی Zwiebel ای پیازه. Die Zwiebeln جمع پیاز یعنی پیازها. Die Zwiebeln. Der Lauch. اگر یاد داشته باشین کلمت که تاجیکستان رفته باشین به همین نزدیکی ها، یا که بدین تا تاجیکستان ها که در همین جرم در همین اروپا هم که من زندگی میکنم، اینمون پیازایی که ساوس که هستن فهمیدی میبرن برای سلات میریزن. شما میده شاید هر کس هر خیلش میگه. ما میگیم که پیازی ساوس همونی که برای سلات هست. فهمیدی؟ der Lauch میشه هم پیاز ساوس برای سلات میشونن. شما میبروید der Lauch die Lauch جمعش میشه. der Knoblauch ای سیره چیسنوک. Knoblauch پلوغال نداره. در زمان آلمانی پلوغال نداره برادر، یعنی که جمع نداره زیاد نداره. der Knoblauch سیر یعنی که چیسنوک تمام. der Kohl چی باشه؟ این کرم کپوست میگیم ما که هممون، چون تاجیکا زبان خودشون گم کردن، فراموش کردن. مرگ به شوروی، مرگ به روزهای لعنتی. der Kohl die Kohle
die Kohle, Kapustha, der Paprika, Bulgari. منا وچه هم گفتش که بلگری جمعش می شود دی پاپریکا و دی پاپریکاس هم دی پاپریکا جمعش می شود هم دی پاپریکاس خوب ای پیتر یک نموزه Peter kauft 3 Tomaten Peter Mechara 3 C Tomaten, Pomidor und war 2 Gurken, Bodring. Wie viel kostet? Wie viel kostet? 1 Kilo Möhren. Wie viel kostet 1 Kilo Möhren? چقدر پول می‌استد 1 کیلو سبزی؟ خوب چرا که ما و شما هممون آشی تاجیکی را دوست می‌داریم با همون خاطر همین مرغ همین سبزی را گفتم بنویسم که همین را بدونین که همین تاجیک میگه در یک جوبیا یکی هم شوق آشش بگیرم میگه این شوق آش میگه از همه را باز یاد دست نه چیش با همون خاطر همین مرغ را یاد بگیرن در آلمان میگه که همون برنج بگه به مرغ فهمیدی؟ خوب برادر عزیز Ja, Bruder, wir kommen. Das Gemüse, die Tomate, die Tomaten, die Gurke, die Gurken, die Kartoffel, die Kartoffeln, die Möhre, die Möhren, die Zwiebel, die Zwiebeln, der Lauch, die Lauche, der Knoblauch, der Kohl, die Kohle, der Paprika, die Paprikas. Peter kauft 3 Tomaten und 2 Gurken. Wie viel kostet 1 Kilo Möhren? چقدر می‌ایستد 1 کیلو سبزی؟ خوب برادرای عزیز گرامی بعضی برادران هستند که حالی هم خسته نشیده چون درس‌ها را قدر زیاد نفران نگه نمیگن 3-4 هزار آدم نگهش نمیگن 500 نفر یا 200 نفر میخونن برادرای عزیز اگر یک نفر هم که درس بخونین انشاءالله تا وقتی که جان دارم قوت دارم درس میتونم با اون خاطر ناراحت نشین دوستا انشاءالله که هر یک نفری که درس میخونه خودش میفهمه درس چیه مهنت چیه علم چیه علم بسیار چیز خوبه دوستا در هر شرایطی که باشیم بخونینش یک روز نه یک روز در کار تو میشوه بسیاری ها بعد جنگی که در تاجیکستان بود فکر کردن که همین چیکار کنیم آخه درس بخونیم همین چه خیلی که باشه نباشه تاجیکستان آباد نیست که برای چی در کار میاد همون برای همون خاطر درس همیشه یادمتون میکنه دوستا درس در همه کار خوبه در هر شرایطی که باشین درس بخونین چی کتابی که پیدا کردین بخونین به همون خاطر من میگم تو auf Wiedersehen خداحافظ auf Wiederhören تاشونیدن und tschüss und noch ciao خداحافظ